به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و تمام هم‌میهنان عزیزمون در سراسر جهان. خیلی ممنون از دعوتتون و خیلی متشکرم از توجهتون به این رشته نوپا. خواهش میکنم. آقای صدیقی توضیح بدین راجع به این رشته ورزشی، اصلا این رشته ورزشی از کی وارد کشورمون شد و بفرمایید که چه تفاوت‌هایی با آیس هاکی داره. خدمتتون عرض بکنم که این رشته ورزشی به خدمتتون عرض کنم ما اینلاین هاکی بهش میگیم که از قبل از انقلاب به عنوان رشته کواد با کفشای قدیمی که 2 تا چرخ جلو داشت و 2 تا چرخ عقب تو کشورمون شروع شد. خب به هر ترتیب بعد از انقلاب یه مقطع متوقف شد و اینلاین هاکی حدوداً از سال 73 74 با تشکیل انجمن اسکیت در پارک‌ها شروع به فعالیت کرد. متاسفانه سال 78 به خاطر یه خورده تشنج، چون میدونیم بازی خشنیه، درگیری‌های زیادی داخلش هست، این رشته تعطیل شد تا سال 83 که به لطف خدا دوباره تیم ملی شکل گرفت و اولین اعزام این تیم در سال 84 به مسابقات آسیایی در 11مین دوره این دوره از مسابقات انجام شد که تو اون دوره از مسابقات تیم ملی کشورمون مقام 5 رو به دست آورد. این رشته تابستانی اسکیت هاکی روی یخ. در حقیقت ما در سومین حضورمون در مسابقات آسیایی که 13مین دوره مسابقات آسیایی بود، واقعا بچه‌ها خوش درخشیدن و تونستیم مقام نایب قهرمانی آسیا رو به دست بیاریم و لازم به ذکره که بچه‌ها تو مسابقه فینال که مقابل تیم چین با نتیجه نزدیکی مسابقه رو واگذار کردن، مقابل تیم ملی هاکی روی یخ چین در حقیقت بازی کردن و خب اونا به دلیل اینکه ما این رشته رو تو کشورمون نداریم، اونا تجربه خوبی روی این رشته دارن و کمک زیادی از این رشته ورزشی گرفتن. همونطور که میدونید ما چین تایپه رو با نتیجه 8-3 شکست دادیم، ماکائو رو 14-0 بردیم، هنگ کنگ رو 7-2 شکست دادیم، تیم هند رو با نتیجه 34-1 شکست دادیم. بچه‌ها خیلی خوب ظاهر شدن و من خدمت دوستان عزیزمون عرض میکنم ما انشالله 6 ماه آینده در کشور چک با توجه به سهمیه که گرفتیم در مسابقات جام جهانی شرکت میکنیم و تیممون تیم چارچوبدار قویه، یک غرور بزرگی برای تیم کشورمون به وجود اومده. امیدواریم که انشالله با توجه بیشتر سازمان تربیت بدنی بتونیم در آینده هم این مقام رو ارتقا بدیم، هم از این غرور ملی محافظت بکنم. و میخواستم که سرعت بچهای ایران رو به بازیکنای چین تایپه که بهترین اسکیت بازی جهان رو داره بتونیم بهشون بفهمونیم که ایرانی‌ها هم سرعتشون از شما بیشتره. وضعیت بازی‌ها خیلی سطحش بالا بود، جوری که بچه‌ها میگفتن مسابقات دوره پیش که من نبودم، بچه‌ها میگفتن که تیم‌ها خیلی پیشرفت کردن این دوره. نسبت به دوره اول که کره جنوبی بوده و شما حضور داشتین چطور بود؟ نسبت به دوره اول که فوق‌العاده قوی‌تر بودن، یعنی هم تیم ما هم تیم‌های دیگه فوق‌العاده قوی شده بودن. تمرینات تیم ملی خیلی این دوره خوب بود. هم لحاظ اصلا به نظر من اصلا یه عاملی که این تیم نتیجه گرفت فقط تمریناتش بود که واقعا اصلا مربی تمام توانش رو گذاشته بود واسه تیم که این تیم مقام بیاره. تمرینات فوق‌العاده عالی، فوق‌العاده فشار. پیش بینی می‌کردید پیش خودتون که واقعا بتونین مقامتون رو ارتقا بدین؟ نسبت به آمادگیمون تا یه حدودی اون هم باز بله. وضعیت تیم ملی رو چطور می‌بینید؟ تغییراتش رو چطور احساس می‌کنید؟ خب بالاخره بچه‌ها خیلی خوب شدن، مسابقات برون مرزی زیادی رفتن. اولین دوره که ما رفتیم کره اولین دوره مسابقات بود با سختی‌های فراوان، تجربه نداشتن بچه‌ها. 4م شدید فکر کنم درست. دومین دوره رفتیم، سوم شدیم، هی دوره به دوره بهتر شدیم. بعد بهتر از همه مسابقات جهانی بود که بچه‌ها واقعا تجربه خوبی کسب کردن، مسابقات در سطح فوق‌العاده عالی بود. یعنی واقعا ما تو مسابقات جهانی فوق‌العاده بودیم، خیلی چیزای خوبی یاد گرفتیم. یعنی یه سری چیزا یاد گرفتیم شاید تا الان اصلا نمی‌دونستیم بعد چیکار کنیم، یه سری فن‌ها، یه سری حرفه‌ها که بچه‌ها خود به خود دیگه خودشون حرفه‌ای شدن، مربی‌ها کمک کردن. وضعیت دروازه‌بانا چجوریه به نظر شما؟ دروازه‌بانا خوبه، الان 2 تا دروازه‌بان فیکس، 2 تا دروازه‌بان خوب تیم ملی داره که اعزام شدن بشین که شما فکر کنین به عنوان سومی کی بتونین برسین به دومی و اولین دروازه‌بان؟ کار که خیلی سخته، 2 تا دروازه‌بان خوب داره تیم ملی، ولی من امیدوارم با تلاشی که می‌کنم برسم بهش. آقای این دروازه‌بان باید اینقدر بزرگ باشن؟ والا خب هرچی بزرگتر باشه بیشتر دروازه رو پر میکنه، اما عموما ما الان دروازه‌بان اول تیم ملیمون لاغرترین بازیکنمونه. حالا تو تصویر نداشتیم، ایشون آقای نوید مشکلی زاده
و آقای بهرام فرساد از استان آذربایجان شرقی بله. و نوید علیزاده از تهران هستن. بعد واقعا این دروازه‌بانی تو این رشته ورزشی خیلی سخته دیگه نه؟ همیشه همینطوره، یعنی بیشترین توپو دروازه‌بان میخوره، کمترین لذت رو میبره ولی امید همه بچه‌ها همیشه دروازه‌بانه. ما واقعا یعنی واقعا میشه توپی هم گرفت. من دیدم توی حالا آیساکی خیلی بیشتر با گل میشه. البته خب اونجا که تیم‌ها چون خیلی قدرتشون بالاست نتایج همیشه 2-2 2-1 یعنی بیشتر از این تعداد نمیره. اما ما به تیم هند امسال 34 تا گل زدیم. خب خیلی شگفت انگیز بود. اما نتیجه بازی خودمون مثلا با چین 4-2 شد. نه گلرها خوب توپا رو میگیرن. بعد حالا این پست گلر که به هر حال باید یه مقدار قوی تر باشن و تنومندتر، برای سایر پست‌ها مثل حالا مثلا ورزش فوتبال مثلا مهاجم نوک مقدار قد بلند در نظر میگیرن، در این رشته ورزشی اینجوری هست؟ عموما ما دفاع‌هامون ما 2 تا پست دفاع و حمله داریم. چند نفر کلا؟ کل تیم 16 نفر هستن. بله. که حداقل 2 نفر باید دروازه‌بان باشه و حداقل 8 نفر بازیکن. این حداقل تیمه. حد اکثر میتونه تا 16 نفر افزایش پیدا کنه. چند نفر تو زمینه؟ 4 تا بازیکن و یه دروازه‌بان. بله. جمعاً 5 نفر هر تیم. تعویض آزاد انجام میشه و ما تو این به هر حال بسته به تاکتیک تیم، به شرایطی که توش هستیم تو اون زمانی که داریم بازی می‌کنیم، 2 تا عموما دفاع داریم و 2 تا حمله. ما دفاعمون همیشه بازیکن‌های بزرگتر، مثلا مازیار قربانی که مصاحبه کردین بزرگترین جثه هاکی بازی ایرانی رو داره و خدمتتون عرض کنم توی خط حملهمون از بازیکن‌های ریزنقش‌تر و سرعتی‌تر استفاده می‌کنیم. بعد این توپ این رشته ورزشی مقدار به نظر سنگین میاد، درسته؟ خیلی سفت و سنگین و بله خیلی دردآوره، مثلا اگر که خدای نکرده جایی کسی بله بله. و حالا مسابقات در واقع باشگاهی این رشته در ایران برگزار میشه یا نه؟ بله ما الان لیگ برتر اسکیت هاکی رو با 8 تیم داریم و لیگ دسته 1 رو خیلی الان در شرایط خوبی هستیم. من واقعا جا داره تشکر کنم از مسئولین برگزاری لیگ، ریاست محترم فدراسیون، که اگر واقعا لیگ اسکیت هاکی ایران نبود ما این ورزشکارا رو اینقدر آماده نمیتونستیم بیاریمشون توی اردوی تیم ملی. من 2 تا بازیکن از گیلان داشتم که جا داره باز اینجا تشکر کنم از مربی زحمتکششون. خدمتتون عرض کنم این بچه‌ها بی‌نظیر بودن. بازیکن از تبریز داشتم. اینا تو لیگ رشد کردن و اگر این لیگ نبود مطمئنا ما تیممون انقدر آماده نبود. شما چند سالتونه؟ من 28 سالم. بعد خودتون دوست ندارین که به این رشته ورزشی بپردازید دیگه سرمربی نباشین؟ من بازی میکنم. بازی هم میکنید؟ بله من بازیکن و سرمربی هستم. اتفاقا تو این دوره هم بازی کردم. البته 2 تا از بازی‌ها که فشار بازی خیلی زیاد بود و بنچ ما مدیریت بیشتری می‌خواست، من داخل زمین اصلا نرفتم. اما جایی که یه خورده سواد میشد واقعا این عشق من تا دوره قبل که سرمربی نبودم کاپیتان دوم تیم بودم. الانم باز کاپیتان دوم تیمم. البته روم نشد کاپیتان اول عوض بکنم. آقای محمد رضا مهدویان ایشون عجوبه اسکیت ایرانه و تو تمام رشته‌ها مدال آور بوده و الان از قبل از اینکه من مربی شم اون موقع که من بازیکن بودم کاپیتان اول تیم بود و همچنان هم هست. شما اشاره کردید به رشد این رشته ورزشی در کشورمون و اینکه به هر حال در آسیا ما مدام داریم پیشرفت می‌کنیم. چه موقع قهرمان خواهیم شد؟ ما واقعا این دوره حقمون بود قهرمان شیم. من اینو جناب میرزایی از طرف خودم و همه بچه‌ها میگم، اگر که میزبان چین نبود، اگر غذاهای اونها اینقدر بد نبود، اگر اونجا هوا منهای 16 درجه نبود، اگر ما یه خورده شرایط اعزام بهتر بود، ما بازم من تشکر میکنم از رئیس فدراسیون، ولی با بیپولی رفتیم این مسابقات رو. بر ترتیب توجه کم فعلا به این رشته ورزشی، امیدواریم که تونسته باشیم این توجه رو به خودمون جلب کنیم. همین خواستم بپرسم، انعکاس حالا مقام دومی که شما آوردی در کشورمون زیاد نبود، یعنی خیلی از ورزش دوستا شاید خبر نداشته باشن که این رشته ورزشی تونسته در آسیا دوم بشه. دلیلش رو در کجا می‌بینید؟ خدمتتون عرض کنم، خب اولا این رشته نوپاست. بله. دوما که ما یه خورده تک محوری داریم تو کشور ورزش رو دنبال میکنیم متاسفانه. البته این علاقه مردممون این رو رسانه دنبال علاقه مردم فوتبال دیگه، حالا ما اسمشون نبریم چون دوستای زیادی تو فوتبال داریم، ولی به هر ترتیب فوتبال و کشتی وضعیتشون خیلی بهتر از ماست الان. من واقعیت به شما بگم، اتفاقا به مسئولین عزیزمون گفتم، ما بودجه کل فدراسیون اندازه یه دونه بازیکن لیگ برتری فوتبال که 1/3 هم نیست. حالا نمیخوام مثال بزنم، هر کسی رو باید با خودش سنجید، اما خدمتتون عرض بکنم اگر این بچه‌ها لیاقت این رو دارن که خورده توجه بیشتری بهشون بشه.